السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز با یاری پروردگار میخواهم برای شما بینندگان یک کیک آماده بسازم. کیک‌های خرد. شما بیننده برنامه ما باشید. انشاءالله که شروع میکنیم. بسم الله. اول از تخم 4 دانه تخم داریم. اینا شکسته در داخل ظرف که داریم میگیریم. اینا به همین ترتیب. تماشابینان گرامی، دیدین که تخم را در ظرف گرفتیم. حالا چیکار میکنیم؟ با میکسر ایرا آمیخته میکنیم. بسم الله. اینا دیدین که تخم را زدیم با میکسر. حالا چیکار میکنیم؟ شکر داریم، 320 گرم شکر که داریم. این شکر هم در می آهسته آهسته میریزیم. این ترتیب قطعی باز با میکسر میزنیم. بینندگان گرامی، این شکر ما آب شده است. حالا شیر داریم، 360 گرم شیر است. 360 میلی لیتر شیر داریم. این را میگیریم در داخل این ظرف میریزیم کم کم. این مثلا 3 تقسیم میکنیم. میره یک تقسیم شکر ریختیم، یک تقسیم شیر. هر 3 تقسیم شیرم ریختیم. ولی روغن داریم، 180 میلی لیتر روغن است. اگر شما با استکان میگرفتین 1 استکان کمتر. اینم میریزیم در داخل این ظرف. باز آمیخته میکنیم. کمتر ونیلین داریم، تقریبا 3 گرم ونیلین است. اینم من انداختیم. حالا خلاص ما 480 گرم آرد داریم، همراه یک پچکه رزدیخلیتل که 15 گرم می باشد. این پچکه رزدیخلیتل را در داخل آرد میگیریم. خب به همین ترتیب قطعی ما چیکار میکنیم؟ آردمونه در داخل همین ظرفی که داریم کم کم میریزیم. این اگر شما، من چون که ایرا بیختگی هستم با ایلقتی، شما کوشش کنید بینندگان گرامی همیشه آرده ببیزین، خوب است. این اولی آرده بریزیم. این به همین ترتیب قطعی آرده که انداختیم در داخل ظرف آهسته آهسته میزنیم ایرا با سرعت پست. این خلاص دیگه میکسر برای ما لازم نمیشود. این بینندگان گرامی خمیر ما خلاص شده است. حالا میگیریم در این قالبا پر میکنیم، در داخل داش میگذاریم. در داخل دخوفکه حرارت 180 درجه ده میگذاریم. کسانی که از این گونه قالبا که نداشتین از قاشق استفاده کنین. این از این میگیریم از قاشق استفاده کنین هم میشود. این به همین ترتیب. تماشابینان گرامی، این دیدین که در داخل تفدان گذاشتیم کیکایی که آماده کرده بودیم. حالا منتظر میشیم که در چند دقیقه پخته میشه. باز من انشاءالله که برای شما میگم که در چند دقیقه پخته شدن. تماشابینان گرامی، این کیکای ما پخته شده است در مدت 20 دقیقه. انشاءالله که باقی مانده خمیری که داریم با همین ترتیب میپزیم. تماشابینان عزیز، طرز آماده کردن کیک که برای شما نشان داده بودم از اول نوار تا آخر دیدین. این همون کیک هایی که نشان دادیم 30 دانه شد. تماشابینان گرامی، آبونه شدن فراموش نکنین. نوارهای ما را با دوستا و یا رفیقاتان روان کنین. من یکی از این را
برای شما نشان میدهم داخلش که چه رقم پخته شده است. اینا به همین ترتیب اینا بسم الله. اینا پشتش هم ببینید که سوختگی نیست. اینا داخلش هم بسیار نرم است، بسیار خوب است. مزهش هم انشاءالله که خوشتان میاد پخته کنین. الله یار و مددگارتان باشد تا نوبه‌های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله.